سلام دوستان، الان چند سالی هست که من توی یکی از مخوفترین گروه های تبهکاری جهان دارم فعالیت میکنم، ولی جدیدن یه خبرایی رسیده بهم که برام پاپوش دوختن و میخوان منو سر به نیست کنن. خب منم باید به تبع یه راهی پیدا کنم سریعا از اینجا خارج بشم و برم به کشور خودم ایران که در امان باشم، ولی منتها اگه ازشون درخواست پول زیادی بکنم متاسفانه شک میکنم و سریعتر و زودتر منو میکشن. از اونجایی هم که به کسی نمیتونم اعتماد کنم توی گروه، حتی نزدیکترین دوستانم نمیتونم ازشون بخوام که بهم پول بدن. بذار ببینم این چیه، مثل یه تبلیغه. بذارید براش دارم ببینم چیه. خب توی تبلیغ نوشته که اگه شما بتونید یک اسلحه فوق محرمانه که به تازگی کشف شده رو برای ما پیدا کنید، ما بهتون 10 میلیون دلار پاداش میدیم. خب خیلی عالیه که اگه واقعی باشه من با این 10 میلیون دلار میتونم به راحتی از لوس سانتوس فرار کنم و بیام ایران و در امان باشم. ولی کاش خدا کنه که واقعی باشه، چون واقعی نباشه دیگه خیلی سخت میشه واسه من. بذار یه زنگ بهش بزنم ببینم واقعیه یا نه. شمارهشو بذار پیدا کنم. خب بذار یه زنگ بهش بزنم، شاید واقعی بود. آهان برداشت. الو سلام. ببخشید شما این آگهی رو داده بودید که اگه یه اسلحه خیلی محرمانه رو من پیدا کنم واسهتون 10 میلیون دلار جایزه داره واسم؟ بله. صبر کن ببینم، صدای شما خیلی برای من آشناست. مایکل تویی؟ ای فرانکلین تویی؟ چه خبر؟ ما یه ماه داریم دنبال تو میگردیم. کجایی؟ تلفنت هم خاموش کردی. آره یه مشکلی واسه من پیش اومده، نمیدونم بهت میتونم اعتماد کنم یا نه. نه اعتماد کن، مثل خود برادته. مطمئن باشم دیگه. بله. خب بچه ها، مثل اینکه چاره‌ای نداریم، باید به مایکل اعتماد کنیم. ببین مایکل، واسه من پاپوش دوختن توی گروه و اینکه جونم توی خطره. تو خبر داری چه اتفاقی افتاده اونجا؟ نه من خبر ندارم، به من چیزی نگفتن. ای بابا، ولی من مطمئنم واسه من پاپوش دوختن و میخوان سر به نیستم کنم، واسه همون فرار کردم و الان بدجوری توی مخمسم. حالا این جایزه واقعی، اگه من این کار رو انجام بدم بهم 10 میلیون دلار پول میدی؟ آره اگه درست انجامش بدی چرا که نه. باشه، پس من اسلحه رو پیدا میکنم، چون فقط آدرسشو به هم بفرست تا اونجایی که خبر داری. من پیداش میکنم و بهت میدم، تو هم انشالله روی حرفت بمونی و من دیگه بهت اعتماد کردم دیگه. ببین چیکار میکنی. باشه، اگه ماشین هم لازم داشته باشی بیا از خونه من بردار. نه ببین، من نمیتونم زیاد دور و بر تو آفتابی بشم، خودم یه کاریش میکنم، نگران نباش. خداحافظ. خدا. خب حالا که کارمون جور شد، یعنی یه خورده میتونم به مایکل اعتماد کنم، چون مایکل از همون اولم که من وارد گروه شدم اول تنها کسی بود که هوای منو نگه داشت. پس احساس میکنم که میتونم به مایکل اعتماد کنم. خب خدا رو شکر. بذار ببینیم وقتی که این لوکیشن رو واسم فرستاد، بریم ببینیم میتونیم این اسلحه رو بدزدیم یا نه. اگه بتونیم کار کنیم که خیلی خوب میشه، چون جونم خیلی تو خطره اینجا. خب مثل اینکه مایکل هم فرستاد لوکیشن رو واسه همون، بریم ببینیم میتونیم جایی رو پیدا کنیم یا نه. مثل اینکه لوکیشنش یه فروشگاه اسلحه فروشیه، فکر کنم واسه اینکه تابلو نشه توی یه جای معمولی یا اسلحه فروشی معمولی گذاشتن. خب حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته، ایشالله که خوب بشه، و چون خیلی نیاز دارم اون 10 میلیون دلار رو. بذار یه ماشین گیر بیاریم.
شرمندم به خدا، ولی واقعا لازم دارم ماشینتون رو. شرمنده. بفرمایید پایین. خیلی لطف کردید، به خدا جبران میکنم الکی الکی. خب بریم حالا با این خط بنفشه که توی نقشه نشون میده، باید اونو خطشو بگیریم و برسیم به مقصدمون. خب الان رسیدیم به محل مورد نظر. خب به طب یه اسلحه‌ای نیاز داریم واسه این کار. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اسلحه‌ای که برداشتیم باید الان فرار کنیم از دست پلیسا، بعدش برسونیمش دست آقای مایکل و برسیم به کشور عزیزمون ایران. ماشینا خیلی داره کندونه، ولی دیگه فرصت نداریم ماشینمون عوض کنیم. بفرم باید ماشین اینجا بذارم زمین و از روی اینا بپرم که مردم بپرم. اینجوری راحت‌تر میتونم پلیسا رو دک کنم. بریم دست خالی. اینکه و این مرحله این خب این کار نسبتا کار آسونی بود و منم اسلحه رو دارم. خب دیگه کم کم داریم میرسیم خونه مایکل. فکر کنم سمت چپمون باشه. آره سمت چپ. یه خورده بریم بالاتر سمت راست خونه مایکله. خب پس من برم محموله رو تحویل مایکل بدم و بیام دیگه خدمتتون و ایشالله که دردسری نباشه و مایکل 10 میلیون دلار ما رو بده و ما بتونیم بریم پی زندگیمون. خب دوستان خدا رو شکر مایکل هم دبه نکرد و پول ما رو داد. خب داستان ما این بار خیلی کوتاه بود. خیلی ممنون که تماشا کردید. مایکل هم میخواد ازتون تشکر کنه. تا ویدیوهای دیگر که خیلی بهتر از این میشه بدرود. خیلی از شما ممنونم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. اگه این ویدیو خوب نبود سعی میکنیم در ویدیوهای دیگر جبران کنیم و بهترش کنیم و تا ویدیوهای دیگر خدا حافظ.